سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 15 مارت تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. قاتل دختر 5 ساله تاجیک به 24 سال زندان محکوم شد. در کانبادام یک مدرس را به تبلیغ سلفیه عیبدار میکنند. پیر دیپلمات‌های تاجیک اکادمیک طلبک نظروف به سن 85 رسید. بازداشت یک ماشین با 4 تن ناز در مرز روسیه با قزاقستان. غارتگر شبانه انگشتری طلایی و تلفن ساکن پایتخت را کشیده گرفته است. و اکنون تفصیلات خبرها. دادگاه ولایت مسکو روز 15 مارت سال 2023 با انجام بررسی پرونده پرسر و صدای الکساندر سیومین این شهروند روسیه را با جرم تجاوز و قتل وحشیانه دخترچه تاجیک 5 ساله هویدا طلازاده به 24 سال زندان نظامش سنگین محکوم شد. سیومین از تابستان سال 2018 علیه 4 سال و 7 ماه باز در پس پنجره قرار دارد و باید اکنون 19 سال و 5 ماه دیگر را در زندان سپری کند. پدر و مادر هویدا طلب داشتند که قاتل فرزندشان را حکم قتل یا حداقل حبس عمرباد بدهند. هویدا ماه یولی سال 2018 در شهر سرپخ ولایت مسکو کشته شد. هویدا طلازاده زاده شهر کولاب تاجیکستان در کوچه تیاگوی شهر سرپخوف همراه با پدر و مادر و 2 خواهر و دادرش زندگی میکرد. نیمه دوم روز 22 یولی سال 2018 وقتی او در حولی بازی داشت، مرد بیگانه او را با وعده خریدن یخموس فریب داده با خود برد. جسد هویدا را بعد یک روز از درون یک سومکه کلان در چقوره در کنار راه آهن سرپخوف پیدا کردند. طور تشخیص نشان داد قاتل قبل از کشتن کودک به او دست درازی هم کرده است. خود همان بیگاه 23 یولی سال 2018 ساکنان کوچه تیاگووای الکساندر سیومین را در حوله دیده به کارمندان پلیس نشان دادند که قاتل فقط امین بوده میتواند. در نتیجه کوفتکوب با سگ بوگیر از خانه سیومین که در همسایگی عائله طلازاده میزیست لباسهای در آب تر کرده هویدای غور مرگ و یک کفش و یک لختکش را پیدا کردند. تفتیش کامراهای نظارتی شهر نشان داد که سیومین با سومکه که در درونش جسد کودک بود در دوربین دست کم یک کامرا هم افتاده است. الکساندر سیومین 27 سال داشته. مادر او یک آموزگار مشهور در سرپخوف و پدرش کارمند بلندپایه حکومت این شهر بوده است. سیومین 10 سال پیش تا یک مدت در پلیس سرپخوف کار کرده است ولی بعد اتمام دوره سنجشی وی را قبول نکردند. در جریان تفتیش این پرونده خویشاوندان با نفوذ سیومین تلاش کردند که او را از عقل بیگانه نشان داده از جوابگری خلاص کنند. آنها به پدر هویدا نیز 10 میلیون روبل پیشنهاد کردنی شدند تا که از دعوایش گذرد ولی عبدالسلام سعیدوف این را رد کرد. یک روحانی را در کانبادام به تدریس غیر قانونی علوم مذهبی عیبدار میکنند. میلیسیا گفت در رفت سنجش معاین کرده شد که این مدرس به دست کم یک شاگردش طبق تعلیمات رویه مذهبی در تاجیکستان ممنوع سلفیه سبق میداده است. در اول به ضد ساکن جماعت پولتون توجیبوف نوردین نصیبوویچ برای تعلیم غیر قانونی علوم مذهبی تنها پروتکل ماموری ترتیب داده بودند و به او برای این تنها جریمه تعدید میکرد ولی اکنون به ضد او بر اساس ماده 307 الوه 3 کودکس جنایتی تاجیکستان با اتهام تشکیل فعالیت سازمان افراطی که فعالیتش در تاجیکستان با قرار دادگاه منع کرده شده است پرونده جنایتی گشودند و به نوردین توجیبوف بر اساس این بند قانون تا 8 سال زندان تهدید میکند. اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوق گفت نوردین توجیبوف سال تولدش 1982 در خانهش به یک جوان تعلیم دینی داده او را بر رویه مذهبی در تاجیکستان ممنوع سلفیه شامل کرده است. این جوان که میخواست دانش‌های دینیش را مستحکم کند به سبب نداشتن سواد دینی توصیه‌های مدرس را قبول و به آن پیروی کرده است تا دمی که غیر قانونی و نادرست بودن آن برایش معلوم گشت. گفت اکبر شریفی در گزارش نشر شده. خود این جوان در گزارش میگوید ماه دکبر امروی بچه نشسته بودیم. دنبالا را تعریف کردند که علمشان زور است. با شفق زیاد به نزدشان رفتم. بنا به فرضیه میلیسیا کانبادام نوردین توجیبوف انو سال 2009 به عقیده‌های جریان سلفیه آشنایی پیدا کرده با وجود آنکه فعالیت این رویه با قرار دادگاه عالی تاجیکستان
از 8 ینور سال 2009 در جمهوری رسما منع کرده شد، فعالیتش را در حیات این رویه افراطی ادامه داده برای افزایش دادن صف طرفداران سلفیه برای ترغیبات کوشش‌ها به خرج داده است. مقامات میگویند هنگام گفتگو از منزل توجیبوف ادبیات دینی یافت شد که مضمون و محتوای افراطی دارند، اما در نوار نشر شده چند کتاب به مثل معرفت رسول الله و صحابگان کرام نشان داده شدند که در چاپخانه‌های رسمی تاجیکستان نشر شده آزادانه فروخته می‌شوند. خود توجیبوف در گزارش اقرار می‌کند که کتاب هدیه مؤلفش ابن بازار را مطالعه می‌کرد. اکبر شریفی از او می‌پرسد که ابن باز یکی از سرکردگان سلفی است. توجیبوف جواب می‌دهد که همین خیر است. معلوم نیست که این اعتراف از نورالدین توجیبوف در چه شرایطی به دست آورده شده است. خود او یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند. در سال 2009 در پی اوج گرفتن بحث‌ها و اختلاف مذهبی در جامعه دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت جریان سلفیه را رسما منع کرد و سال 2014 این رویه را بر روی خط سیاه سازمان و حرکت‌های افراطی شامل کرد. در پی منع رسمی سلفیه 10 نفر از رهبران و پیروان آن در تاجیکستان بازداشت و محکوم به زندان شدند و قسم دیگر آنها ترک تاجیکستان کرده به کشورهای دیگر پناه بردند. اکادمیک تلپک نظروف، وزیر سابق موارد و وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان، روز 15 مارس سال 2023 به سن 85 رسید. تلپک نظروف از سال 1994 تا 2006 در طول 12 سال رهبری اداره سیاست خارجی تاجیکستان را بر دوش داشت و از دیپلمات‌های سابقه دار تاجیک به شمار می رود. تلپک نظروف 15 مارس سال 1938 در ناحیه دنقره به دنیا آمده است. او سال 1960 دانشکده مالیه و اقتصاد شهر لنینگراد به نام وزنسینسکی را ختم کرده از سال 1960 تا 1988 28 سال در دانشگاه دولتی تاجیکستان کار کرده. از استاد عادی تا به مقام‌های مدیر کافدرای مالیه و قرض دکان رشته اقتصادی رسید و سال 1982 تا 1988 رکتور دانشگاه دولتی تاجیکستان بود. تلپک نظروف همچنین از سال 1988 تا 1990 در مقام وزیر موارد و سپس تا سال 1991 در مقام معاون رئیس شورای وزیران و رئیس گوسپلان کار کرده. از سال 1991 تا 1994 نایب پرزیدنت اکادمی علم‌ها و سپس از سال 1994 تا زمان به نفقه برآمدنش در سال 2006 در طول 12 سال وزیر کارهای خارجی تاجیکستان بود. بعد به نفقه رفتن هم اکادمیک تلپک نظروف از سال 2008 تا 2013 رهبری فوند خیریه جمهوری را که با تشبث پرزیدنت امامعلی رحمان تشکیل شده بود بر عهده داشت. تلپک نظروف سال 1965 اسپرانتورا و سال 1975 دکترانتورای دانشکده مالیه و اقتصاد شهر لنینگراد را ختم کرده. هر دو رساله نامزدی و دکترایش را نیز در لنینگراد دفاع کرده است و سال 1975 در سن 37 دکتر علم‌های اقتصادی گردیده. سال 1976 در سن 38 عنوان پروفسور را به دست آورده بود. تلپک نظروف از سال 1988 سزاوار عنوان ارباب شایسته علم تاجیکستان، از سال 1991 صاحب عنوان اکادمیک اکادمی علم‌های تاجیکستان شده. سال 2003 برنده جایزه دولتی به نام ابالی ابن سینا گردید. تلپک نظروف مؤلف زیاده از 100 رساله و مقاله های علمی در علوم اقتصادی و دیپلماتی از جمله مؤلف کتاب های دیپلماتی معاصر تاجیک و اصلاحات اقتصادی و همکاری و امنیت می باشد. تلپک نظروف در سالهای 1996 و 1997 رهبری هیئت حکومت را در مذاکرات با مخالفین بر عهده داشت و در رسیدن به صلح و امضای سازشنامه صلح سال 1997 که به جنگ خونین شهروندی در تاجیکستان نقطه گذاشت نیز سهم مهم دارد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. چند نفر این عکس را به اداره نشریه بامداد فرستاده خواهش کردند که برای یافتن خویش و تبارش کمک کنیم. گفته می شود که این زن با 2 کودکش در شعبه یکم پلیس شهر میتیش ولایت مسکو قرار دارد، ولی از بس که خاطره اش را گم کرده است نمیداند که کیست. فرزندانش نیز خیلی خردسالند که
درباره کی و از کجا بودنشان معلومات بدهند. تنها چیزی که در یاد این زن باقی مانده است این است که نام شوهرش میرزا بوده. خود این زن قبلا باعث پرستار کار میکرده است. اگر کسی از نزدیکانش این زن را شناسد خوش میکنیم به شعبه یکم پلیس شهر میتیش مراجعت کنند و این زن و کودکشان را از آنجا بگیرد. سراغ شعبه یکم پلیس شهر میتیش چنین است: ولایت مسکو، شهر میتیش، کوچه ابراموف 14/7، تلفن 7 495 586 3409. تلگرام کانال مش خبر داد که صبح 15 مارس سال 2023 در مرز روسیه با قزاقستان باز یک ماشین بارکش را با 4 تن نوس منع کردند. گفته می شود که این ماشین را به روسیه راه نداده با بارش به قزاقستان برگرداندند. طبق سندها در داخل ماشین می بایست خاکستر چوب و اشیاء خام تماکو می بود که همچون نوری استفاده می شود. در اصل در بین آنها 253 خلطه نوس وزن عمومیش 4 تن جابجا کرده شده بود. این نظر به 17 تن نوسی که هفته گذشته یافتند البته خیلی کمتر است. خبر داده است مش. یادآور می شویم کارمندان باجخانه و گمرک روسیه روز 6 مارس سال 2023 در گذرگاه بوگریستوی در مرز ولایت چلیابینسک با قزاقستان در یک ماشین بارکش 17 تن نوس پیدا کردند که در 500 خلطه جابجا کرده شده بود. خدمات مطبوعات باجخانه چلیابینسک در تلگرام کانال خدمات فدرالی گمرک روسیه خبر داد که این همه بار ممنوع که ارزشش حدود 25.5 میلیون روبل یا بیش از 300,000 دلار برآورد می شود به قلمرو روسیه راه داده نشد و راننده مجبور شد که با بارش به قزاقستان برگردد. نوس یک نوع تماکویی است که با علاوه آهک و برخی محصولات دیگر تیار کرده می شود. نوس در کشورهای آسیای مرکزی، افغانستان و برخی دیگر کشورهای شرق خریدار زیاد دارد، ولی سالهای آخر توسط مهاجران این نوع تماکو در بین یک قسم جوانان در روسیه نیز طرفدار زیاد پیدا کرده است. ظاهرا بعد دیدن چنین تمایل مقامات روسیه فروش نوس را منع کردند. بر اساس قانونهای نو محصولات تماکو از جمله نوس به اندازه بیش از 250 گرم برای هر نفر سنش از 18 بالا دیگر مال برای استعمال شخصی حساب نمی شود و وارد کردنش به قلمرو اتحاد اقتصادی اوراسیا منع کرده شده است. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوحه شومنصور عریضه مرد 36 ساله ساکن نوحه مذکور وارد گردیده است که 1 فوریه سال 2023 تقریبا ساعت 22:20 هنگام در ایستگاه نزد بنای وطن پایتخت قرار داشتنش با راه آشکارا و زورآوری مرد 36 ساله ساکن امین نوحه یک عدد انگشترین طلایی و یک عدد تلفن موبیلیش را تصرف نموده از جای حادثه غیب شده است. ضرر رسانیده شده 5900 سومانی را تشکیل می‌دهد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ایسار با عریضه مرد 41 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که 12 مارس سال 2023 هنگام در باغ فرهنگ فراغتی شهر ایسار قرار داشتنش شخصان نامعلوم با راه پنهانی از جیبش یک عدد تلفن موبیلی تمغه ردمی 6 و 650 سومانیش را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. ضرری رسانیده شده 5600 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغ 15 ساله ساکن امین شهر با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این چنین در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 28 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده ماه اکتبر سال 2022 با راه پنهانی وارد منزل استقامتی زن 34 ساله ساکن پایتخت شده از آنجا 4800 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. همزمان نامبرده ماه دکمبر سال 2022 با راه پنهانی وارد اتاق کاری مرد 32 ساله ساکن شهر دوشنبه که در کوچه شیروزی واقع می باشد از داخل جیوان آهنین در 4 مرحله 3500 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب شده است. از روی حادثه های مذکور تفتیشاتی ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی 2 در نوحه شومنصور عریضه زن 60 ساله ساکن نوحه مذکور وارد گردیده است که ماه اکتبر سال 2022 زن 45 ساله ساکن نوحه باباجان غفوروف با راه فریب به باوریش در آمده از او 500 دلار آمریکایی گرفته از جای حادثه غیب شده است. اوید به این حادثه تفتیشاتی ادامه دارد.
тамошобинони азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими имрӯзи Тоҷикистон. Хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистону атрофи онро дар сомонаи пойгоҳи хабари Бомдод дар ин нишона пайгирӣ намоед: www.bomdod.com. хуш бошед.